الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز و گرانقدر. ببینید بعضی اوقات مفکوره های مثبت و خوب اجتماعی و اسلامی به فکر ما و شما میاد. به نظر ما که مفکوره ها نباید نظرانداز شود. باید ما و شما با هموطنان خود آنها را شریک بسازیم. ببینید که ما و شما همگی یک دشمن داریم که او دشمن واقعی ما و شما شیطان است. هم ما و شما باید متحد شویم تا این شیطان را شکستیم. اگر نه هر یک ما و شما را به تنهایی شکار میکنه. موضوعی که به فکر ما آمده او تقریبا یک چیز خیلی مهم اجتماعی است که باعث تمام بدبختی ها در چند سال شده و اگر از این جلوگیری نکنیم دیگه هم ادامه پیدا میکنه. خداوند متعال در سوره حجرات آیه 11 میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای کسانی که شما ایمان آوردید، لا یسخر قوم من قوم، میگه شما لا یسخر تمسخر نکنید یک قوم دیگر را یا یک قبیله دیگر را، عسى ان یکون خیر منهم، میگه میشه که آنها شما کده بهتر باشه. حالا ما و شما خود میفهمیم که در بین مردم، در بین اقوام خصوصا که تمسخر زیاد است، یک قوم دیگر را از خود کده پایین تر میبینه و خود را بالاتر جلوه میده. و همچنان به ادامه اما آیت درباره خطاب به زنان است که ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منهم، همچنان به زنها که زنها هم نباید یک دیگر را تمسخر کنه یا آنها را از خود کده کمتر بشماره یا خود را بلندتر حساب کنه. میگه ولا تلمزوا انفسکم، شما یک دیگر را طعنه ندهید. ولا تنابزوا بالالقاب، و به القاب یعنی به نامهای بد یک دیگر را صدا نکنید. ببینید ما و شما هر قوم که بین خود میشنه به یک قوم دیگه یک نامی داره. حالی ذکر کردن اون ناما خوب نیستن. ما و شما هم میفهم که مثال کسایی که از قوم پشتون هستن، از قوم ازبک هستن یا تاجیک هستن، هر یک دیگر را به یک نام صدا میکنن. خداوند ما شما را با آیت صریح خود از این کار منع ساخته، یعنی نباید این کار صورت بگیره، چون این اساس یا به حساب بنیاد بی‌اتفاقی و نفاق و تمام مشکلاتی که ما شما تا امروز دیدیم در افغانستان، یعنی یک چیز عمدی از یعنی است که ما شما همیشه بالا یک دیگه خود را بلندتر میشماریم، یعنی تعصب میکنیم با اقوام، با زبان. ما شما مسلمان هستیم. وقتی کسی میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی دیگه باید ما شما فکر نکنیم که از کدام زبان است یا از کدام قوم است، فقط اینمو کفایت میکنه. و دیگه مفهوم حدیث شریف دیگه است که حضرت محمد صلی الله علیه و میفرماید که کسایی که تعصب میکنه از ما نیست. وقتی که میگه از ما نیست، یعنی یک پیام بسیار خطرناک است. اگر ما شما فکر کنیم که از ما نیست، بچه ما، یعنی از بعضی علما میگه که از یعنی از دایره اسلام میبره. پس اگر همیشه به ما شما یک مفکوری مثبت پیدا میشه، از طریق فیسبوک یا توییتر یا سوشال میدیا باید دوره بگذاریم، یا بنویسیم یا ویدیو بگذاریم، یا همراه کسایی که مبلغ هستن با اونا شریک بسازیم، یعنی چوب نمانیم در مقابل شیطان. اگر
اتحاد و اتفاق ما نباشه، هم ادهی زندگی ما شما با مشکلات مواجه خواهد شدیم و جای ما خدا نخواسته دوزخ می باشه. ببینید صحابه کرام صدها و هزارها میل می رفتن برای رساندن دین. حال ما و شما می توانیم که از خانه خود به تمام جهان دین برسانیم. اونا با کفار دین می رساندن، ما و شما برای اصلاح یکدیگر دین برسانیم. چون اکثرت ما و شما قرآن می خوانیم اما معنای او را نمی بینیم که اینجا چی نوشته است. الحمد شریفه همگی می فهمه و می خوانه، حفظ کرده، اما وقتی که ما و شما در نماز استاد میشیم به معنای او فکر نمی کنیم، نیره از کسی پرسان می کنیم که چی معنی میده. وقت شما را زیاد نمیگیرم. یعنی باید یک شعار ما باشه که هم ما شما باید مقابل شیطان متحد باشیم. تا متحد نشیم شیطان ما و شما شکست داده نمیتونیم. و سلام.